بازی آخرین دوری 11 مسابقات لیگ عالی فوتبال کشور این رقابت دسته های استارافشان و دوشنبه-83 به حساب می رود. دیدار مذکور در ورزشگاه استارافشانی شهر استارافشان دایر شده با حساب 2-0 به سود میزبانان به انجام رسید. گل یکم را در دقیقه هفتم سلام آشورمامادov واردی دروازه دوشنبه نمود. در دقیقه 76 قسمت دوم بازی بر اثر قاعده ستیزی داور به دروازه دوشنبه-83 ضربه جریمه‌ای 11 متر تعیین نمود که آن را ایلخم باروتов با موفقیت وارد توری حریفان گرداند. ما داشتیم حالتهای خوب، هم رقیب داشت و فکرم ما حالتهای خوبی خود را و دروازه رساندیم. اکنون ما باز رقیب ما لوکوموتیو پامیر باز یک روز استراحتی و یا زیادتر می شود. ما با کنتر قیمتر می شود. بچه‌ها را بازی آماده کردن در کار برای این بازی، برای اینکه بعد 2 روز بازی ما بود که گل را دسته استارافشان زد. غلبه استارافشان شد. از سبب بی تجربگی دسته که در لیگ عالی بوزنه و سال یکم است، همین خرید شد.